سلام به همه دوستان، خوش اومدید به این ویدیو جدید. آقا میخوایم بریم مچ بازی کنیم و من کالاف در اومد زیاد بازی نکردم خب، ولی خب بریم دیگه تو این چنلمون. من قبلا موزیکا میذاشتم ولی دیگه بریم تو این چنلمون یه کالاف رو ببریم جلو و دیگه ویدیو گیمینگ میخوام بذارم چون من دیگه دور رپ و خط کشیدم. حالا که این چرت و پرتا ندارم، آقا اسم چنل شده مانی منم. قبلا تنها بود، قبل از که بشه مانی منم هم شارک بازی بود. حالا شاید شارک بازی شد که دیگه شارک بازی بمونه، یا شاید هم مانی منم شد. مانی منم دیگه، مانی دیگه پول دیگه، به زبان انگلیسی مانی میشه پول، ولی جوری که من نوشتمش MANI، جوری که مثلا دیگه در دیگه واقعی می نویسنش MONE وایه. یه فرقی بینش گذاشتم، مانی منم میگه دیگه، یه فرقی بینشون گذاشتم و خلاصه دیگه شاید مانی منم شد. من خودم با مانی منم بیشتر حال میکنم. قبل از اینکه بریم یه مچ بزنیم، بهتون میخوام چیزمو نشون بدم، گانمون با این گان مثلا از 6 ماه پیش تا به امروز من با این گان پلی دادم. با این گانم یکی دو مچ پلی دادم، واقعا با این گان حال نکردم. با این گانم نزدیکای 1 سال با این گان پلی دادم و گانایی که دیگه کاستوم شدن با اونا بیشتر پلی دادم. مثلا با این یادم نمیاد پلی داده باشم، یادم نمیدونم با این پلی داده باشم. این چی؟ اینم نه. یه گان داشتم خیلی دوستش داشتم، تو SMG هست. با اینم پلی ندادم، نه با این پلی دادم، خیلی من با این پلی میدادم. شادگانم این بوده، حالا 2-3 بار دارم زیاد. خب این گانم شد دیگه، این گانه که دید. ولی من بخوام بیام اینجا، این گانه که تازه برداشتمش، میخوام باش پلی بدم، کرکترمو برداشت کنم چیز باشه. خب این شد و همین هست دیگه. اسنایپر رو شاد کنم. حالا باید تنظیمات هم باید درست بچینم، میگیریم تنظیمات هم باید درست بچینم و اینکه دیگه تنظیمات خوبی داشته باشیم. و اینجا رو ببینید، من همه رفیقام دیگه کالاف بازی نمیکنن و واقعا دیگه همشون دیگه مثبت افروزن. آنلاین فقط یه دونه است، آنلاین فقط یه دونه است. آقا برو بریم یه دست بزنیم، امیدوارم از این ویدیو لذت ببری. لول 62 ببینیم آقا تو چند روز میتونیم برسونیمش به 100. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه واقعا. آقا دیگه حمایت رو کنیم. من سنگشتم پلی میدم، اینم بهتون میگم که من سنگشته پلی میدم. هنوزم مچ شروع نشده و تو دیگه منتظر میمونیم تا اینکه شروع بشه دیگه. چیکار کنیم؟ تو لباس جفت منو داری؟ کاش شروع میشد مچ. حمایت کنید ماشین آینده‌مون بشه. حمایت کنید آقا، از منم حمایت کنید، منم گناه دارم. چرا استارت نمیشه؟ حالا ما یک سبا اینجوری سب کنیم نه؟ شروع شد بالاخره. من میخوام با این گام پلی کنم برای اولین بار میخوام با این گام پلی کنم. بریم ببینیم آقا چیه این گام. تو دست خیلی از پرو پلیراشونو فضای مجال. اوه چه گانی کنم منو. هدشات کیل اول.
کی زدش؟ هیچ شدن. کانش خوبیه. کانش خوبه. گانش باحال. این گانو من نمیارم. این گانو من باش بازی میکنم که همش رو باز کنم باشم. چی بهش میگن؟ چیزای بیشتر بشینم چیز کنم. بایی گان پلی بدیم. من گانو خوبش استفاده کردم چون که فکر نمیکردم چه گان باحال باشه. اینو من مسخره اون اینا باشه. Taking the lead. ای بابا من باید یه آیپد بگیرم. گوشی نمیشه. اینم باته. چرا باته همش؟ بچه ها اگه حمایت کنید من آیپد رو میگیرم. یه آیپد میگیرم که دیگه راحت‌تر پلی بدم. یا باید گوشی بگیرم یا باید یه زنه. ای بابا ببین کار میکنه. من دارم اینو میخوام بگیرم بشینه. حمایت کنید ببینم دیگه یه ذره از مخاطبین خودم هستن. چیز میکنم خرج میکنم. من آدمیم که حالا موقعی که من موزیک ترک میدادم یا خدا اولین بار مردم. برای اینکه اون مدتی که من ترک میدادم چیز بود خیلی مثلا خرج میکردم رو وارد کاور و حالا تو میکس مستر و اون داستانه واسه لیبل و رسانه و کار تبلیغش بود. هرجون نمی که من بازم ویوش نمیدم. دروغ چرا؟ من بازم پول علکی میدادم. یه روزی حداقل اونجایی که بخوام برسم نرسیدم دیگه. عصبی شدم. حالا کل داستانش هم اگه خواستی بهتون توضیح میدم. یه لیبلی به نام 929 هر چی داشتیم و پاک کرد. صدات ویکتوری. نصفشو بات زدم اینو میدونم. آقای مود از این ویدیو امیدوارم لذت کافی رو برده باشید و همین دیگه. امیدوارم لذت برده باشید دیگه. گانه خیلی خوبی هم. فقط قرارست که ویدیو رو قطع کنم. بذار ببینیم چند نفر کشتم. نداده که. کجا میزنن چند نفر کشتی؟ نزده. مهم نی. خب آها بذار من اینو یه تنظیم کنیم. منو ببینیم چه چیزایی براش اومده. خب یه از این ما نیاز داریم. اینو فکر نکنم نیاز داشته باشیم. پس رو ور میدارم. هرکی شلوخ بلوخت کردم. داریم ایمان آها تو بیا. من میگم تو بیا. اوه چه خوشگله. ولی حیف که من نمیتونم اینو داشته باشم. حیف. اوه خوشحال اونی که اینو داره. من باید اینا رو داشته باشم. خوش به حال اونی که اینو داره.
مبارکش باشه. نشستم به در نگاه کرد، دری که آف همه شو فلش میزنم. این رنگی هم میذاری رو مخمه. اسم این رنگ بر میداریم خب بچه این بود از این ویدیو. امیدوارم لذت برده باشید دیگه. امیدوارم حال کرده باشید و همین دیگه. خدا نگهدار.